خب عمر رضی الله عنه اه، مختصر براتون بگویم. این خب سیرتش بسیار طولانی است. عمر رضی الله عنه را گفتن معلومات بتین دی مختصر بگم سیرتش بسیار طولانی است. عمر ابن خطاب عدوی، قبیله عدوی قریشی است. کنیش ابو حفص است، لقبش فاروق است. دوم خلفای راشدین، یعنی بعد رسول الله صلی الله علیه و جانشین پیامبر ابو بکر است، بعد از او عمر و از بزرگان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و است و مشهورترین اشخاص و قائد و جنگی بود، یعنی رهبر در تاریخ اسلام و اکثریت صحابه تاثیر و نفوذش بسیار زیاد بود. یکی از 11 یعنی 10 نفرایی است که بشارت به جنت داده شده و از علمای صحابه بود. زهد هم زیاد داشت، یعنی در قصه دنیا نبود. خلافت اسلامی را بعد وفات ابوبکر صدیق خلیفه شدگیست، یعنی بعد از وفات ابوبکر صدیق که در 22 جمادی الاخر سال 13 هجری، در سال 13 هجری قمری، در 22 جمادی الاخر یعنی به خلافت رسیده. و ابن خطاب بسیار چی بود، یعنی قاضی هم بود، خبردار بسیار، یعنی سیاست هم میفهمید، دین اسلام به عدل و انصافش بسیار مشهور است. علیه ظلم بود، هر نوع ظلم برابر از مسلمان یا غیر مسلمان ظلم اجازه نبود. یعنی کسایی که اهل ذمه بودن، اهل معاهد، اونا را هم عدل میکرد. یکی از نامگذاریایش و فاروق جدایی در بین حق و باطل می آورد. کسی است که امی تقویم هجری را، یعنی تاریخ اسلام، یعنی اساس گذاری کرده، یعنی هجرت پیامبر، و در زمان از اسلام در بسیار رشد کرد، یعنی جای بزرگ رسید. دولت اسلامی بسیار فراخ شد، تماما عراق شامل بود. مصر فتح شد در خلافت ازی، لیبیا، شام یعنی سوریه، اینجا فارس ایران فتح کرد. امپراتوری روم فارس شکست داد، روم شکست، دو امپراتور. خراسان بخشایش، ارمنی یعنی جنوب ارمنستان، سجستان، قدس در تحت مسلمان ها داخل شد. فلسطین مثلا بیت المقدس اولین بار، و این سومین قدسی بود که شهرهای اسلام یعنی در سرزمین اسلام داخل شد. دولت اسلامی یعنی تماما اراضی امپراتوری فارس ساسانی ایرانی های مجوس مشرک بودن و همی قسم امپراتوری رومی را یا بیزنطی که میگن او را شامل شده بود. هوشیاری عمر ابن خطاب در بخش نظامی حملات منظمش که به خاطر شکست فارس منجر شد، مسلمان ها بسیار قوت بالا پیدا کردن. فتح کامل امپراتوری فارس، یعنی در کم از 2 سال، در کمتر از 2 سال امپراتوری فارس شکست داد. الحمدلله. چی بود که تقوا در این زیاد بود. خود امیر که تقوادار باشه و لشکرش به اسلام پابند بود، به عدل پابند بود، قسم قدرتش یعنی تجلی میکرد، سیاست و ادارهش و وحدت دولت، یعنی یک جغرافیا، یک بیرق بود. اینطوری که فلانی کل مسلمان ها یک حکومت داشت. ولادتش یعنی در سال 40 قبل از بعثت است، قبل از هجرت، یعنی در سال 586 تا 590 این تولدش است. و وفاتش که است در سال 644 میلادی است که موافق است به 23
هجری قمری در 26 ذوالحجه در مدینه منوره دنیا رفتگی است. سرزمین حجاز شبه جزیره عربستان و به عقیده توحید بود و به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم روان بود و محکم یعنی کوشش میکرد که حکم الله نافذ باشه. جدی بود یعنی بسیار در تطبیق حکم الله. قریشی بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم من قریش و خوب در کسایی که در اوایل مسلمان شدن. در جاهلیت یعنی بسیار هم آدم قوی بودگیست. در سال فیل یام تولد شدن پیامبرم. بعد از تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم 13 سال بعد تولد شده. یعنی از پیامبر که 13 سال خورده است. خانهش که بود در جاهلیت در کوه بود، یعنی جبل عمر میگفتن و خانه های بنی عدی ابن کعب در اونجا و در بین قریش کلان شدگیست. قرائت میخواند، یعنی قرائت خواندن یاد گرفته بود. اول شترچرانی میکرد، خرد بود، یعنی حیوانات چوپان بود. پدرش که بود بسیار در معامله شدید بود و بر حیوانات پدر خدا نمیچرد و یعنی قسم کلان شدگیست و در جای مختلف یعنی شرکت کرده، تجارت هم میکرد. شتر مثل اسب دوانی را بسیار لایق بود. پهلوانی این چیزا شعر میدانست. در بازارهای عرب، بازار عکاس و مجنه و ذوالمجاز در اینجا می آمد. تجارت هم یاد گرفته بود. بسیار فایده کرد و از اغنیای مکش سفر کردگیست در سرزمین های شام، یمن در زمستان و از اشراف قریش بود، یعنی بزرگان قریش. حتی سفیر قریش بود، یعنی نمایندهش. اگر جنگ در بین قریش و غیره می بود، ایران نماینده روان میکرد پیش از اسلام. اگر چیزی فیصله میکرد اینا راضی می بودن. بنان در یک سرزمین عرب در جاهلی بود پرستی به دین قومش بود، مثل دیگه قریشی ها. اما در زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت شروع کرد، این سخت با مسلمانان دشمنی داشت. در رسول الله در سال 610 هجری به پیامبری فرستاده شده. 40 سال عمرش بود. دعوت اسلامی در اول پنهانی بود. بعد از 3 سال که تیر شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم الله امر کرد که دعوت خود علنی بسازد. قریش دشمنی کردند به خاطر که معبودایشان رد میکرد. لات و ذات معنی شرک و کفر رد میکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم و کلانای قریش از عقاید خودان دفاع میکردند و به مسلمانان ضرر میرساندند و عمر شدیدترین دشمن اسلام بود و مسلمان و زیاد به مسلمانان ضرر میرساند. اول سخت دل بود، یعنی در برابر مسلمانان. حتی یک کنیزش مسلمان شده بود او را عذاب داد در اول روز تا آخره، باز ترکش کرد. باز گفت من ایره طور اعلان ندادم مگری که مانده شدم. قصد دلش سخت بود اول و پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، یعنی که پیامبر به قتل برسانه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی میترسید، یعنی کوشش میکرد که عمر با روبرو نشه. یعنی خود دیگه کسام یعنی دعوت که میداد پنهانی بود، یعنی از هر مشرک ضرر نرساند. در همین حکمت همی بود. بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرد مسلمانان را در مکه به هجرت به حبشه، عمر میگه ترسید که قریشی ها یعنی چی نشن، گرد نشن، یعنی قبیلهشان مختلف نشد و به قبایل مختلف دیگه تبدیل نشد. تصمیم گرفت که به قتل برسانه پیامبر. اسلامش بود که عمر یعنی می ترسید از اینی که دین کس او را مردم خراب نکنه
و خانم عامر ابن ربیعه ای چی بود، یعنی هم پیمان بنی عدی بود. وقتی که عمر دید که خود را آماده کردگیست به هجرت برای حبشه، برش یک گپی را زد که یعنی دلش را نرم کرد که یعنی نرون بر از اونا ضرر نرسانه. بعد از او عمر رضی الله عنه یعنی خبر شد که خواهرش مسلمان شدگیست و کمی طمع در اسلام از این پیدا شد و بالاخره که تمی زمانه عمر رضی الله عنه میاد مسلمان میشه و اسلام واقع اسلام از این بسیار چیز است، یعنی طولانی است که آمدگیست به قتل با آمده بود که رسول الله صلی الله علیه و به قتل برسان و بالاخره خوب مسلمان که شد، مسلمان ها قوی شدن و یکانه کسی بود که اسلام خدا اعلان کرد. و کسی میخواهد که یتیم شود و یعنی اولادش یتیم شود، زنش بیوه شود، خودش کشته شود، در برابر ما ایستاد شد و هجرت به مدینه کردگیست، در حالی که علنی یعنی دیگران پنهانی هجرت میکردن و با پیامبر صلی شدیدن یعنی همکاری کرد، مثل ابوبکر. این معاون دومش بود. معاون اول رسول الله صلی الله علیه و ابوبکر، معاون دومش عمر بود. بعد از عمر زن با پیامبر صلی الله علیه و بود در همه جنگ ها، تا اینکه بسیار داستانش دیگه زیاد است، تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و دنیا میره تا بیعت کرد با ابوبکر. بسیار یعنی در عهد ابوبکر پیشروی ها شد و ابوبکر دید خدمات ازیره که به اسلام محکم است، پیشنهاد کرد به خلافت، مشوره کرد با مردم، اما گفتن که عمر چیزی مناسب است و به زور یعنی ایره گفت که باید از ما تو باید خلیفه باشی. کبار صحابه جمع شدن و به همراه عمر رضی الله عنه بیعت کردن. عمر رضی الله عنه به خلافت رسید تقریبا یعنی 13 سال، در 12 سال یعنی در خلافت بود و بسیار دو امپراتوری دنیا شکست خورد به زحمات و اخلاص و تلاشش. شام فتح کرد و گفتیم ایران، سرزمین های ایران، عراق، فارس، سرزمین های مشرکین مجوسه و فتح مصر و طرابلس و غرب و ایسا اداره دولت بسیار تغییرات آورد، تنظیمات سیاسی اداری بسیار زیادی را ایجاد کرد، جیش بسیار لشکر قوی را جور کرد، پلیس و امن بسیار آورد، قضا و امر بالمعروف اداره را جور کرد دیگه، تقویم اجری یعنی تاریخ اسلام، شورا و یعنی بعد از یک خلیفه شورا از مشوره میگرفت، مجلس شورا داشت و خلیفه بعدی را که وقتی که از طرف یک مجوسی زده شد، مجوسی یعنی مبالغ در نماز صبح بود حمله کردگیست، خلیفه بعدی را وصیت کرد که 6 نفر گفت یک جشن یکی تانه تعیین کنید و بعد از عثمان تعیین کردن. شخصیت عمر یعنی بسیار یک شخصیت بلند است، به دین الله قربانی ها داد، مجاهد بود، کماندان جهاد بود، یعنی امیر جهاد بود، در هر جنگ حاضر می بود دیگه. الله ما شما را، رسول الله صلی میگه اقتدا من بعدی، یعنی اقتدا کنید شما من بعدی به ابی بکر و عمر، با ابو بکر و عمر، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، علیکم به بالا شما لازم است سنت ما، سنت خلفاء الراشدین، خلفاء مخصوصا ابو بکر و عمر المهدیین را زیاد دیگه الله از راضی شود. دشمن اسلام ها اینی رافضی ها را بد میبره، به خاطر که میگه چرا ما مجوسی و آتش پرست بودیم، چرا ما را مسلمان کرد. این رافضی های خبیث شیعه تو مشرک هستن، تا بال خف هستن که چرا ما را مسلمان کردن دیگه. الله به ما شما ثبات نصیب کنه که با سیرت ازیانی الله در قرآن میگه و سابقون الاولین من المهاجرین والانصار والذین تبعهم باحسان، کسایی که سبقت کردن از اولین مهاجرین بود، انصار، و کسایی که تابعداری از اینا رو به احسان میکنن تا روز قیامت، رضی الله عنه، الله از اینا راضی است. اعلان رضایت الله از این کردگی است و الله توفیق بده در کارهای خیرش ما شما تابعداریش کنیم برای ما شما. خب دوستان موفق باشین، وقت هم یک ذره گرفت. بارک الله فیکم.
آه